درود شنوندگان گرامی، راغبان ادبیات، به توجه شما عزیزان، آثار مکمل یکی از شاعران حوزه ادبی عصر 19 بخارا، شمس‌الدین شاهین، تحت عنوان کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل بشنوید. گفتار 42. شناخت و بزرگداشت گذشتگان ملت یکی از عنصرهای افتخار وطنداری به شمار می رود. از این رو اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مورد رو آوردن به گذشته فرهنگ ملت در رابطه با درک مقام گذشته و امروزه تاجیکان در گسترش تمدن بشری شایسته تحسین است. شمس‌الدین شاهین از ستاره‌های درخشان ادبیات فارس و تاجیک آخر عصر 19 می باشد که نام او با واسطه نام پدرش مولا امان که از دانشمندان و مدرسان مشهور بخارا بوده است با نام کلابی علاقمند است. استاد صدرالدین عینی در نمونه ادبیات تاجیک چنین فرمودند: پدر شاهین مولا امان نام کلابی است. از وطن اصلیش به نیت تحصیل علم به بخارا آمده، در اینجا توطن و ازدواج کرده. شاهین در بخارا تولد یافته و کسب و کمال نموده است. نامه نوشتن مجنون به زوجه، به دست پدر دادن و ودا نمودن او. سبحان الله، فلک چه ها کرد، کس چون تو مه مرا جدا کرد. هرچند بظاهر از تو دورم، از راه خیال در حضورم. ای آینه جمال خوبی، هم میوه و هم نهار خوبی. دارم کسلی که سر نام است، رنجوری من از او تمام است. چون شد سری مه فروغ گیرد، جلابی مرا به دوغ گیرد. ناکام به دشت و کوه گردم، تا فارغ از این ستوه گردم. نه لیلی و نه دیگر بهانه، این است سخن دیگر فسانه. گر زان که من از تو برکنارم، مهری تو درون سینه دارم. زین رنج که از تو گشتم دور، رنجورم و باز بی تو رنجور. دارنده چو بر سرم گذر کرد، ز احوال تو یک به یک خبر کرد. بالای غمم غمی دیگر شد، آشفتگیم زیاده تر شد. گر شورش خاطرم نمی بود، می کردم دست بوس تو زود. لیکن چی کنم که حال این است، وین رنج به حال من قرین است. گر عافیتم خدای بخشد، در برج تو اخترم درخشد. تا رفتن من نکن نفیری، فرزند عجوزه باش و پیری.
پیوسته رضای آن دو می جوی، در راه رضای آن دو می پوی. نامرده گرت به خدمت آیم، من هم به تو بندگی نمایم. چون نامه تیراز ختم پیراست، بگریفت پدر ز جای برخاست. پدرود کنان نشید برخواند، خون از دل خود هم از شرر خواند. که چشم منو ولیک تیره، وی بخت منو ولیک خیره. اکنون که منم تن و تو جانی، من زود روم تو دیر مانی. من می گذرم جهان تو را باد، آسایش جسم و جان تو را باد. من گرچه چو لاله می برم داغ، آزاده تو زی چو سرو این باغ. پدرود که رخت بر جماز است، موقوف توام اگر اجاز است. پدرود که هین جنازه بر پاست، تکبیری چهارگانه برخاست. پدرود که خانه زیر سیل است، زخمی شده پایمال خیل است. پدرود که از کمینگهی عمر، شد مرگ برون وزو رهی عمر. این گفت و ز جای شد به جایش، زد بوسه ز فرق تا به پایش. بگذاشت و زان میانه آمد، گریان گریان به خانه آمد. آن نامه حواله بر صنم کرد، خود تکیه به بستری عدم کرد. مرغی فلکی سر از جهان کرد، بر شاخه طوبی آشیان کرد. دید آن همه رنج و از جهان رفت، چون گنج به کنج خاکدان رفت. دنیا که بقیعه سراب است، در دیده تشنه موج آب است. روزی دو ره طلب نگیرد، هم تشنه در آن طلب بمیرد. آسوده کسی که همچو مجنون، افگند ز خانه رخت بیرون. در بیشه به کنج چشمه بنشست، شست از خود و هر کی غیر خود دست. مپسند در این ره از دویدن، جز آبله پای رنج دیدن. گر راهی طلب همی کشایی، آن کن که ز قید خود رهایی. رفتن پدر مجنون با دل خون از عالم و شنیدن مجنون وفات پدر را و ناله و افغان نموده در خاطره پدر اعتکاف نشستن او. مجنون که ودا با پدر کرد، بنشست در آب جامه تر کرد. بود اشک روان ز چار حدش، یک نیزه بلندتر ز قدش. ناگه خبری پدر شنیدش، تیری دیگری به دل خزیدش.
برداشت غریو و زان میان شد، کالی و به هر طرف روان شد. گاهی به قدم گهی به سر رفت، تا بر سری تربتی پدر رفت. صندوقه قبر او به بر تنگ، بگریفت چنان که شعله را سنگ. بگشاد ز دیده رود خونی، در سینه سرودی ارغنونی. گه سینه و گه کنار ابرو، می کوفت به سنگ تربتی او. می گفت که ای امین عهدم، تا عهدی صبا ز عهدی مهدم. ای رخت فکنده در ته خاک، حیف است به خاک گوهری پاک. برخیز که جان فدات سازم، بین مهره نیمه با تو بازم. چون ماه تو اوفتاده در سلخ، اینم من و عمری تلخ در تلخ. این تلخی عمر کم فتاده است، از تلخی مرگ هم زیاد است. تا چند برونی در بزارم، بگشای و بگیر در کنارم. گر جرم منت ز حد گذشته است، وز من دل نازکت بگشته است. زان رو که نکوییت کماهی است، گر من بدم از تو نیک خواهی است. افسوس که گوهرم ز کف شد، وین نقد گران بود تلف شد. اکنون کی به غم شود شریکم، وز راهی بد افکند به نیکم. بر پوزش من کی پای کوبد، گردی غمم از جبین کی روبد. گر زان که سرم به خاک شد پست، باری به سرم کی می نهد دست. بنشست غمم به سر چو کرگس، نگذاشت ز من جز استخوان بس. وقت است که ای همای اقبال، پیرامون من فرو نهی بال. راهی به غلط اگر سپردم، اینک به تو عذر پیش بردم. گر شفقت تو نمی پذیرد، ایزید به خطای من بگیرد. گیرم به وبال من بهشتی، من در سقرم تو در بهشتی. مهری پدری چنین نشاید، عفوم بنما که عفو باید. این گفت پی تسلی دل، آراست در آن خطیره منزل. در سوگ وی اعتکاف بنشست، در درد میو ز صاف بنشست. شنیدن لیلی فوت پدر مجنون و رفتن لیلی به بهانه تماشای باغ به تسلی دادن و از پیش برآمدن ابن سلام و عاشق شدن او به لیلی و به عقد خود درآوردن لیلی را.
گویند که لیلی جگرخوار از ماتم قیس شد خبردار. دانیست فگنده آن سیه بخت، پیرامونی تربتی پدر رفت. باغی به سواد آن زمین داشت، که سبزه خلد خارچین داشت. زد حیلکی از بهانه باغ، مرهم بنهد بروی آن داغ. چندی ز کنیزکان مهروی، بگرفت و روانه شد بدان سوی. ناگاه ز پیش رهنوردی، شد ابن سلام نام مردی. با شوکتی از فلک زیاده، با حشمتی از ملک زیاده. خود پیش سوارگان ز دنبال، آمد به عنان برید اقبال. چون باد نقاب لیلی افراشت، آن مرد بدید و دل بدو داشت. چون صورتی حال کرد معلوم، ناکام روانه شد سوی بوم. فرمود میانجی سخندان، گردد سوی نجد بارگیران. چون رفت میانجی و خبر برد، آورد گوهر اگر شکر بود. سالار به شکر حقه پر کرد، درجی دهنش تمام دور کرد. پیراست دیگر برای تنسوق، گوهر به خریطه زر به صندوق. از عنبر و عود مشک و صندل، وز خز و پرند و توز و مخمل. زان گونه که در شمار ناید، در حصری 100,000 ناید. فرمود به خاصگان که بستند و طریق نجد خستند. نقد آمد و از پیش خریدار، بیر بود بهین متاع بازار. در حجره خاص بود و در بست، وان مهر به برج ماه پیوست. میخواست در آتش افگند نعل، در کام صدف فرو برد لعل. نشکفته گلی شکفته گیرد، دری که نسفته سفته گیرد. لیلی که امین آن گوهر بود، مهرش به نام قیس در بود. نگذاشت در او خیانت افتد، و از دست امین امانت افتد. برداشت سیلی به نیرو، آن دل شده را کشید بر رو. کز صدمه آن فتاد بر پوشت، برخاست ز جا گزید انگشت. گفت ای صنم این چه طرز و آیین؟ نازت بکشم ولی نه چندین. گر دست مرا به پشت بندی، هشدار هنوز در کمندی. بس طفل فتد ز شاخه بر خاک، برخیزد و میوه را خورد پاک. گر رشته 60 ماهی کند، صیاد گهی به 60 افکند. خام است اگر نریش نخجیر، کی باد دهد به سبلتی شیر. لیلی چو شکوه آن جوان دید، آزردنی تن صلاح جان دید. چابک سری تیغ در زغن کرد، آهنگ هلاک خویشتن کرد. سالار ز گفته شد پشیمان،
برجست و گرفت دست جانان، گفت ای به وفای عشق محکم، مجنون به تو بنده باد من هم. دیدار تو مرا کفایه است، زین نخل چو میوه نیست سایه است. از ناخنت ار فتد غلامه، آن تیغ بود مرا به خامه. زان دشنه که می نهی به خود رنج، آن دشنه نخست بر سرم سنج. آن زندگی که بی تو بگذشت، بادیست گذشت بر سری دشت. مپسند که بی تو زنده باشم، تو زنده بزی که بنده باشم. لیلی چون نشست فارغ از وی، چون معده ناگوار از قی. پرداخت به خویشتن پناهی، هر لحظه غمی و هر دم آهی. می خواند جریده های مجنون، گه آب ز دیده ریخت گه خون. هر باد که بر سرش وزیدی، کاهی دو سه از پیش دویدی. می جست ز وی پیامی مجنون، می گفت به وی سلامی مجنون. قاصد چو به وی سخن نمی گفت، برگشته به داغ غم همی خفت. شنیدن مجنون شوهر کردن لیلی را و آه و ندامت کردن او. مجنون که همی نمود زاری، بر خاک پدر به سوگواری. ناگاه یکی ز همسرانش، آورد سری بر آستانش. مجنون به طریق حال جویی، گفتش چه کسی و از چه گویی. چون صورت حالی او عیان شد، مجنون همه تن بر او زبان شد. یک یک زره و دیار پرسید، وانگاه نشانی یار پرسید. گفت آن سرمرد کان سیه سر، بر ترک تو گفت و کرد شوهر. هیچش زی تو نام بر زبان نیست، انگاشته قیس در جهان نیست. او خفته کناری شوهری خود، تو کرده ز خار بستری خود. او بر سری قصر و جام در چنگ، تو در بری گور و سینه بر سنگ. او رفته به لعب بام بر بام، تو زهر کشیده جام در جام. تن زن که شعار عاقلین است، مجنون هم اگر شدی چنین است. زین پیش که جاده داشت پایان، بی منفعتی نبود جولان. اکنون که نمی رسی به جایی، بیهوده مکوب دست و پایی. مجنون چو شنید حرف آن مرد، پیچید به هر رگش دیگر درد. شد هر سری مو به تن سنانش، بشکست سنان در استخوانش. پیچید چنان که مو در آتش، جوشید چنان که معده در غش. گه گریه و گاه ناله می کرد، دو دست به سر حواله می کرد. از نرگس خود به یک کرشمه، می ریخت ز خون هزار چشمه.
از بس که بزد زمان زمان جوش، افتاد ز پای رفت از هوش. لخت چو به هوش باز آمد، باد زره نیاز آمد. گفت ای غم و نیز غم خوری من، هم سنگ سر و هم افسری من. گرچند به غرفه‌ام نهادی، دامان خودم به چنگ دادی. باری برسان اگر توانی، پیغام منش چنان که دانی. این نامه که بنگرم در او بیش، گر زان که توانیش ببر پیش. فرزانه جوانی نیک فرجام، گردید بر او کفیل پیغام. مجنون به شگفت نامه سر کرد، در نامه سخن از این ممر کرد. شنوندگان ارجمند، شما گفتار 42 را از روی کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان گفتار شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. تا برنامه‌های دیگر، روح بالیده، خاطری جمع و تندرستی تمنا می‌کنیم.